سلام علیکم دوستان عزیز. قصه یکی حقیقت است از زبان شاهدان حادثه. چند سال پیشتر دو جوان تاجیک به مهاجرت رفتند و میخواستند در بازار میوگی فروشند. از آنکه جای زیست نداشتند چند روز در خانه شناسهایشان زندگی کردند و در جستجوی خانه شدند. عاقبت بعد چند روز خانه یافتند. خانه دو حجرگی بود. صاحب خانه زنی تقریباً 50 ساله بود و پسری جوانی داشت که با او زندگی میکرد. یکی از حجره ها را به جوانان تاجیک به اجاره داد و زن با همراهی پسرش در دیگر حجره زندگی میکردند. در خانه خواب زن و پسرش یک کت خواب بود. جوانان تاجیک یگان گمان هم نداشتند. فکر میکردند که کسی از آنها روی کت و کسی دیگر در زمین میخوابند. جوانان تاجیک از صبح بر وقت به کار میرفتند و دیر برمیگشتند. از اینکه خسته میشدند زود میخوابیدند. شب یکی از آنها بیدار شد و خواست به آشخانه درآید تا آب نوشد. در حجره خواب زن کمی گشاده بود و تلویزیونش هنوز کار میکرد. جوان تاجیک وقتی از دهلیز به آشخانه گذشتنی شد نگاهش به سوراخ در افتاد و آن چیزی که باورش نمی آمد در روشنی تلویزیون دید. بله، آن زن با پسرش مثل زن و شوهر در یک بستر بودند. جوان تاجیک به حجره خواب برگشت و رفیقش را بیدار کرد و حادثه را به او گفت. رفیقش به دهلیز رفت و دید که واقعه حقیقت دارد. آنها که جوانان نمازخوان و خداترس بودند صبح بر وقت لباسهای خود را جمع کردند و باز به خانه نزدیکانشان برگشتند. به شبکه آبونه شوید و نوارها را به واسطه وایبر، ایما و واتساپ به دوستانتان فرستید. همچنین در ادنکلاسنیکی و فیسبوک همرسانی کنید.